آی خدا دستتون. به اذن الله چی به محسن آقا میرو کی کرده؟ الله کردن. محسن آقا میرو کی کرده؟ نه ای بابا یعنی چیز زشته. مگه من گفتم اصلا دشمنمونه ما هم حالا چپچوس هست ولی بد نداره باباش. بگو چی جان بگو چی. من دوچار دو قطبی شدم کردن. اگه منظورت به من داشت، من شبا کلا با پاره کردن مشکل دارم. کلا از اول صبح شروع میکنم پاره کردن. میدونی 6 صبح امروز به کار خدا ندارم. من به عشق مهدی اصلا ببین مایکمو تاووس به جون مهدی میگم، به جون مایکم اگه باز کردم از سگ کمترم. تو بی بالا آیا تاووس بزن روش بیار بالا برس میاد. بزنم روش چش. بزن روش بیار. آقا تاووس بیا آقا بالا. تاووس گفتی بیا. آقا تاووس برم. تو بیای بالا من مایکم میبندم باز نمیکنم حتی نه بعد یک ثانیه هم باز نمیکنم. کی شدیم بس. عمو تاووس اومد بالا. بله بله بله. خب من میرم زیر مایکم. آقا من قول دادم برم زیر مایکم. عمو تاووس ما احترام داریم. آقا تاووس سلام علیکم. سلام و درود احوال شما. کجا رفتی بهروز؟ بیا ببینم مسخره بازی در نیار. بیا تاووس بالاخره بعد اینجوری شیرت کنم بیای بالا دیگه. چرا نمیای بالا پس تو؟ چطوری؟ چاکرم تاووس جان خوبی؟ آقا من مخلصتم. آقا من که تا حالا شما رو زیارت نکردم ولی همیشه تو لایوهای ما دمت گرم میای خدایی کار درست. آقا تاووس منم دوستت دارم با شوخی میکنم به دل نگیر. البته شما سنت از ما بیشتر، احترامت واجبه، شوخی باید داداش تا حالا میکنیم. یه بارم ندیدم من وجدانم خودت تحریکت بکنیم بیای بالا. نه بابا احتیاج به تحریک. ببین من همیشه گفتم من 5 سال پیج دارم گفتم سفلی ام، مرد خدا نیستن، مرد خدا نیستن، هیچی نیست. یه سفلی ام، یه گانوی ای سفلی. دردت برس. پیج منم قفله و پیج من قفل 5 سال قفل بوده. یه تعداد خاص میپذیرن براشون دعا طلسم میرسه. ببین یعنی ببین تاووس به جان خودم و درد و بلا دمت گرم. من از اینجا آدم خوشم میاد مثل ایشدارمت واقعی میگه. تعریف نکن، چون هر موقع تعریف کردی طرف برداشت گفتی. نه ببین من همین ببین نه خودم رو تاووس نه به خدا تاووس ببین وقتی یه آدمی ببین خیلی خوشم اومد میگه آقا من سفلی کارم پیجم 5 سال بسته است، بعضی وقتا هم چی بشه یه چیزی هم مینویسم. آقا ببین تو شرف داری تا اون بیشرفی که میاد و میکنه و مینویسه و پولو میگیره و میاد میگه من نکردم. میگه من نکردم که. اصلا ببین ما دعا نویس طلسم نویس رحمانی نداریم. اصلا معنی نداره رحم. درود به شرفت. یعنی چی؟ درود به اصلا شرفت. نداریم. به جان خودم من از مرام یکی الان از چند نفر تو این فضا خوشم آمده. یکی همین طاووس الان خوشم اومد، یکی ایشدار اومد که آقا من ساحره سفلیم میکنم این کارو. تو تلگرام هم گفت آقا دمت گرم. آقا دمت گرم. من دارم میگم من هر جا میرم تازه میرم میگم آقا اگر رفتم تو لایو بهروز هر کسی اومد فالو بشه میتونه رو زدم. من فکر کردم پیج منو نگاه میکنه. نه به خدا حالا نگاه نکردی؟ نه به تا حالا خدا پیج منو نگاه به جون نکردی؟ بچه‌ام بگو یک بارم ندیدم. آقا من تاووس اگه یاد دیدم بهروز جون خیلی ها اینجوریه.